پخش جریان یعنی KCL ذهنی. آقا اون KCLی بود که نوشتیم روی کاغذ و جریان ورودی مجموعشو گفتیم مساوی مجموع جریان خروجی. اینو میخوام مثلا ذهنی پیاده بکنم. مثلا آقا یه مدار دارم اینجا، سمت چپ رو ببینید، این مداری سمت چپ. من وقتی که یه تعدادی شاخه معلوم داشته باشم که جریانشون معلوم باشه و یک شاخه مجهول داشته باشم که جریانش معلوم نیست، میتونم جریان شاخه مجهول رو بر اساس معلومان بنویسم. مثلا دو تا جریان داره وارد میشه، مجموعشون باید خارج بشه، یعنی این جریان به سمت راست میشه چی؟ 3 به علاوه 5 تا آی1. آی1 همین منبع جریان وابسته به جریان. این داره از یه منبع وابسته‌ای که به جریان یه جای دیگه وابسته است، کاری نداریم، مقدارشو می‌نویسیم. آقا این جریان داره میاد به این گره داره وارد میشه. خب 3 به علاوه 5 تا آی1 داره وارد میشه، 8 آمپر ازش کم میشه، آی1 هم ازش کم میشه، بقیه‌اش میره اینجا. یعنی توی پخش جریان یا KCL ذهنی شما جریان‌های ورودی به گره رو با علامت مثبت تو ذهن خودت جمع کن، اونایی که داره خارج میشه رو ازشون کم کن، بقیه‌اش میره تو شاخه مجهول. یعنی 3 به علاوه 5 آی منهای 8 منهای آی1 جریانی که میره بالا. همین چیزی که ما اینجا نوشتیم. و توی این روش پخش جریان یا KCL ذهنی بعضی وقتا نیازه که شما قانون اوم رو استفاده بکنید. یعنی اگه یه جایی یه مقاومت دیدی که ولتاژ دو سرش معلومه، مقدار مقاومت معلومه، جریان رو میتونی بنویسی I مساوی با V تقسیم بر R و جریانات تا میتونی معلومش بکنی. چند تا حالت توی این KCL ذهنی داریم. آقا یه جریان داره وارد میشه، یه جریان داره ازش خارج میشه، این جریان چی میشه؟ میشه I1 منهای I2. یه جریان داره وارد میشه، یه جریان داره ازش خارج میشه. خب این هم چیزی که الان نوشتیم. میتونم به جایی که بگم جریان داره خارج میشه، همینو با علامت منفی بگم داره وارد میشه. اوکی؟ فهمید چی شد؟ یعنی اگر این شاخه مجهول رو جهتش رو به سمت بالا در نظر بگیرم، چون بالاخره با این جریان این شاخه رو بنویسید، حالا جهتش دست خودتونه، فقط اگه جهت راست بنویسید ممکنه مثبت بشه، چپ بنویسید ممکنه منفی بشه. بعضی وقتا هستش که شما به یک گره‌ای میخورید که دو تا شاخه مجهول داره، مثل اینجا. یعنی آیه که به علاوه آیدو داره وارد میشه، یه مقدارش میره توی این شاخه، یه مقدار میره توی این شاخه. شما مجبورید که یکی از شاخه ها رو تعریف کنید برای خودتون. مثلا برای اینکه راحت باشم میام این جریان رو آی ایکس میگیرم یا بالایی رو آی ایکس میگیرم، جریان شاخه مجهول رو به دست میارم. یعنی اگه من این رو آی ایکس بگیرم، جریان این شاخه بالا میشه آیه که به علاوه آیدو داره وارد میشه منهای آی ایکس که داره خارج میشه و بقیه‌اش میره تو اون شاخه بعد. بعضی وقتا هست وقتی که با جریان بازی کردیم، مثلا این شاخه یه مقاومتی داره، مثلا اینطوری مقدارش آره و ولتاژش هم یه وی ایکسی مدار تعریف کرده. من میام چیکار میکنم؟ قانون اوم رو مینویسم، میشه جریان اینجا به سمت راست میشه وی ایکس آروم. با بازی با جریان یا پخش جریان یا KCL ذهنی، از یه طرف هم میگم آیه که به علاوه آیدو میشه این جریان این شاخه. یک شاخه فقط یک مقدار واسه جریان میتونه اختیار بکنه، پس آی دو که با هم جمع شدن باید با وی ایکس آروم برابر باشه. درست شد؟ یا اگه مثلا وی ایکس آروم رو در جهت چپ بنویسم، علامتش چی میشه؟ منفی میشه اینطوری. یعنی اینکه اگر روی یک شاخه دو تا جریان به دست آوردید، هم جهت بودن با هم برابر، خلاف جهت بودن یکی مساوی با قرینه اون یک. بعد از اینکه پخش جریان و قانون اوم رو توی شاخه ها نوشتید، مرحله آخر میشه KVL. شما یه حلقه مناسب انتخاب میکنید و KVL می‌نویسید. حلقه مناسب چیه؟ حلقه‌ای که اختلاف پتانسیل ها رو بتونید شما به دست بیاری و بنویسید و KVL تو بتونی پیاده بکنی. یعنی چی؟ من این مثال
مهندسی کامپیوتر سال 80 رو میخوام حل بکنم به روش ترکیبی. گفته جریان آیکس رو به دست بیار. کاری ندارم که چی رو از من میخواد، نگاه مدار میکنم، اول تحلیلش میکنم، بعد هر چی که خواسته از اون به دست میارم. خب اولین کاری که میکنید تو مدار برای اینکه پخش جریان اون 5 مرحله رو برید، اولین قدم میشه قانون اوم. یعنی اگر مقاومتی داریم که ولتاژ دو سرش مشخصه، طبق قانون اوم جریانش رو بنویسید. الان ما اینجا قانون اومی نداریم، جریان این مشخصه ولی ولتاژش که نیست که. اگه ولتاژ رو دو سر مقاومت بود یا میتونستی به دست بیاری که تابلو بود، آقا مثلا اینجا VX تعریف شده، اینجا من سریع روی می نویسم چی؟ VX یکم به سمت پایین. همین چی شد؟ خب پس قانون اوم نداریم. بعدش میشه پخش جریان یا KCL ذهنی. برای پخش جریان من از یه گوشه شروع میکنم که تا میتونم شاخه‌های معلوم رو پیدا کنم یه شاخه مجهول باشه. ببین من اگر بخوام از این گره شروع کنم فقط یه شاخه معلوم واسه جریان دارم. آقا این شاخه جریانش معلوم نیست، اینم معلوم نیست. آقا این دوتا آیه جریان این نیستا، این منبع ولتاژه، میگه ولتاژ دو سر من 2 برابر آیه ایکسه، جریانش 2 آیه ایکس نیست. پس اینجا همونطور که دیدیم دو تا مجهول داره. سمت راست رو هم اگه نگاه کنیم اینجا این معلومه، خب ولی این شاخه جریانش مشخص نیست، این هم مشخص نیست. پس از هر طرف شروع کنیم ما دو تا شاخه مجهول داریم. پس باید چیکار کنیم؟ واسه یکی از شاخه‌های مجهول بریم یه جریانی تعریف بکنیم. مثلا من میام چه میگم، مثلا میام اینو به سمت بالا، حالا هر جوری که دوست داشت، مثلا اینو بالا میگیرم آیه ایکس. آیه ایکس چون آیه ایکس رو تعریف شده، این آیه وای. اگه این 4 باشه این آیه وای باشه، جریان اینجا چی میشه بچه‌ها؟ بازی دارم میکنم با جریان. کمک کنید بگید. دو تا جریان داره به این گره وارد میشه، جمعش باید خارج بشه. 4 به علاوه آیه وای، KCL ذهنی. 4 به علاوه آیه وای داره به این گره وارد میشه، آیه ایکس تا ازش کم میشه. پس جریان اینجا هم به دست میاد. 4 به علاوه آیه وای منهای آیه ایکس. جریان شاخه‌ها رو همه رو نوشتم. حالا باید برم حلقه مناسب رو پیدا کنم. برای که الان مرحله آخره. کجا میتونم KVL بزنم؟ آیا اینجا میشه KVL زد؟ نه. چرا؟ چون این جریانش 4 آمپره، ولتاژ دو سرش رو نمیدونم چیه. پس اینجا KVL مناسبی نیست. KVL هامونو سعی کنیم در جهت جریانات انتخاب بکنیم که خیلی منفی ضرب نکنیم. مثلا من یکی میام اینجا، این KVL رو ببین اینجوری میام انتخاب میکنم. در این جهت. خب بنویسم ولتاژ این 1 اوم چی میشه؟ آیه وای ضرب در 1 به علاوه 2 تا آیه ایکس. از مثبت منفی میرم مثبت 2 تا آیه ایکس. آیه ایکس ضرب در 2 میشه اختلاف پتانسیل این 2 اومه. مساوی با چند؟ 0. هم فهمیدن این KVL رو؟ KVL زرد. یه حلقه دیگه انتخاب میکنم، مثلا اینجا. اینم منبع جریان نداره که ولتاژ ندونم. خب اینو انتخاب میکنم. KVL مینویسم. در این جهت بازم مینویسم چون این مثلا منفی ضرب بهتر. خب آقا این 2 آیه ایست خلاف جهت KVL منه. میبینی؟ اگه در خلاف جهت KVL بود منفی قانون اوم رو بنویس، 2 تا آیه ایست. این جریان بالایی هم جهت با مسیر KVL هم مثبت 2 ضرب در 4 به علاوه آیه وای منهای آیه ایکس به علاوه 4 مساوی با 0. خب ببین الان من 2 تا معادله از این مدار به دست آوردم و 2 تا مجهول.
تمام روابط ریاضی که نیاز بوده از مدار استخراج کردم. حالا باید ریاضی ضرب و تقسیم و جمع و منها بکنی تا بتونی آی ایکس و آی وای رو به دست بیاری. اولین کاری که شما میکنید برای اینکه دو معادله دو مجهول رو حل بکنید، مرتب کنید. یعنی مثلا تو معادله اول چند تا آی ایکس دارم؟ 4 تا آی ایکس. چند تا آی وای دارم؟ یه دونه آی وای مساوی با 0. تو معادله پایین چند تا آی ایکس دارم؟ اینجا منفی 2 تا ایکس، این هم میشه منفی 4 تا آی ایکس. چند تا آی وای دارم؟ 2 تا آی وای. چند تا عدد ثابت دارم؟ 2 4 تا 8 تا، اینم 4 میشه منفی 12. قبوله؟ درست نوشتم تا اینجا؟ اگه اوکیه بگید اوکی، یک بدید که من بگیرم. خب وقتی که شما میخواید معادلتون رو حل کنید، اولین کاری که میکنید ببینید که آقا میتونم یه متغیر رو حذفش کنم یا نه. ببین من الان این دو تا معادله رو که نگاه میکنم، اگه دو تا معادله رو با هم جمعش بکنم، خب دو تا معادله با هم جمع کنم، آی ایکس ها از بین میرن. پس این طرف با این طرف با هم جمع بشه، آی ایکس ها 0 میشه، آی وای با هم جمع بشه میشه 3 تا آی وای، اون طرف میشه منفی 12. پس آی وایمون چنده؟ منفی 4 آمپر. سوال آی وای رو نخواسته بود، آی ایکس رو خواسته بود. توی معادله اول اگه بذارم 4 تا آی ایکس منهای 4 مساوی با 0، پس آی ایکس هم چند میشه؟ میشه 1 آمپر. اوکی. روش کرامر رو ما هر جایی که دیدیم ساده نمیتونیم بکنیم، من بهتون یاد میدم کرامر رو. یه موقع است مثلا شما این جمع کردن این سخته، یا مثلا نمیتونی راحت ساده کنی، مثلا این موقع کرامر رو بهتون میگم که بتونی ازش استفاده کنید. خب پس آقا یه بار مرور کنیم روش ترکیبی. اولین قدم نوشتن قانون اوم اگه تونستی بنویسی، بعدش پخش جریان یا KCL ذهنیه، و در مرحله آخر پیدا کردن حلقه های مناسب برای KVL زدن. پرسیدن که آقا این یعنی جهتی که برای آی وای در نظر گرفتیم اشتباه بود؟ آها بله، اشتباه نبوده. یعنی اینکه در واقع اگه آی وایی که ما در این جهت در نظر گرفتیم شده منفی 4 آمپر، یعنی در واقع جریان 1 اوم 4 آمپر به سمت پایینه. حالا سوال ممکن بود مثلا بگی آقا ولتاژ 2 اوم رو پیدا کن. ولتاژ 2 اوم چقدر میشه؟ 2 ضرب در آی ایکس. 2 ضرب در آی ایکس میشه ولتاژ 2 اوم. یا هر چیز دیگه. یا مثلا سوال ممکنه بگه تمرین ولتاژ دو سر منبع جریان 4 آمپر. اینو مثلا اگه از می‌خواسته بود چیکار کنیم؟ این فرض کن مثلا سوال گفته مثلا در این جهت وی او چقدره با این پولاریتی. خب آفرین. این ولتاژ رو من میخوام. خب نگاه میکنید اول کاری به وی او نداری، برو سوالاتو حل کن، تحلیل کن. من فهمیدم که آقا جریان در این جهت منفی 4 آمپره یا در این جهت 4 آمپره. خب آقا این داره چی میگه؟ من وی او رو که بخوام از منبع جریان نمیتونم استفاده کنم. این دو سر کیه؟ دو سر اینه دیگه، اینه این وی او. پس این ولتاژ دو سر اینو میخوای. ببین این مقاومت ی او، شما این پولاریته وی او رو داری و جهت جریانت هم به سمت پایین 4 آمپره. الان این موافق جهت قراردادی قانون اوهمه؟ نه. خب پس قانون اوم رو می‌نویسی، خب و یه منفی براش میذاری. وی او هست منفی 4 ضرب در 1 که میشه چقدر؟ 4 ولت. درست شد؟
چون در جهت پایین ولتاژی که برای شما درست میکنه مثبت بالا منفی پایین. مثال بعدی، جریان آی او رو تو این مدار از ما میخواد. چند تا مثال بود اونجا، روش گره و مش بودا. ببینم سوالاش به درد بخور، اگه هست حلشون کن. آره روش حالا این سوالاشو مثلا این مثال رو بیاریم با روش ترکیبی حلش کنیم. خب آقای مدار رو میخوام تحلیل کنم، جریان و ولتاژ رو به دست بیارم. خودتون میتونید بزرگترش کنید. بغل اون تصویر حالا اون تصویرتون میتونید گزینه بزرگنمایی رو بزنید و بزرگش کنید. چت هم میخواد داشته باشه. نه دیگه نمیشه. خب آقا میخوام اینو تحلیل کنم. اول از همه قانون اوم دارم تو این مدار؟ نه. میخوام برم با جریان بازی بکنم. کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع کنم، گره 3 شروع کنم یا گره 1؟ گره 1 شروع میکنم. چرا؟ چون این گره 3 بخوام شروع کنم جریان اینو ندارم، اینم ندارم. الکی باید برم یه متغیر براش در نظر بگیرم. تا میتونی متغیر روی شاخه‌ها تعریف نکن. 3 آمپر داره میره تو این گره، آی ایکس رو ازش کم میشه. پس اینجا 3 منهای آی ایکس. آقا 3 منهای ایکس داره وارد مقاومه میشه، از تهش هم میره دیگه. 3 منهای آی ایکس. 3 منهای آی ایکس داره میاد تو گره 3، 2 تا آی ایکس ازش کم میشه. پس جریان این شاخه میشه 3 منهای 3 تا آی ایکس. قبول داری؟ 3 منهای 3 تا آی ایکس داره میاد، آی ایکس رو هم داره میاد. پس جریانی که از این شاخه عبور میکنه یا میاد تو این شاخه 3 منهای 2 تا آی ایکس میشه. همه فهمیدن KCL ذهنی رو؟ خب حالا میخوام KVL بزنم. کجا KVL بزنم؟ آیا این KVL خوبه؟ نه، چون ولتاژ دو سر منبع جریان ندارم که بنویسم تو KVL. آیا این خوبه؟ نه، اینا منبع جریان داره، ولتاژ دو سرش رو نمیدونم. تنها KVL که داریم کدومه؟ این بالا. خب مینویسم. مثلا ساعت گرد مینویسم. 4 ضرب در 3 منهای آی ایکس به علاوه 8 ضرب در 3 منهای 3 تا آی ایکس من اینجا منفی چون خلاف جهت KVL همه. منهای 2 تا آی ایکس مساوی با 0. از اینجا شما این معادله رو میتونی حلش کنی و آی ایکس رو به دست بیاری. فهمیدن همه؟ روش خیلی خوبیه، خیلی سریع میتونید سوالو با کمترین معادله حلش کنید. ولی اگه روش مش می‌خواستی یا گره می‌خواستی اینو حل کنی، 2 تا معادله می‌خواست. دیگه حالا بریم چند تا مدار دیگه پیدا کنیم از اون مثالا. اگه ولتاژ دو سر منبع جریان می‌خواست KVL می‌زدیم. سوالتون جواب بدم ببینم. خب چی گفتی؟ اون که جواب دادم. هانیه چی میگه؟ میگه میشه جهت جریان اولی رو روی پایین بگیریم. جهت جریان اولی. آره آقا من اگر اینجا میگم
جهت جریان اولیه میگه رو پایین بگی. خب من اگه اینا رو به پایین بگیرم جریانش باید چی بنویسم؟ رو پایین اگه بگیرم خروجی ها منهای ورودی ها. اوکی؟ وقتی که شما جهت جریان از گره خارج میکنی ورودی منهای خروجی، ولی اگه به گره وارد کردی خروجی منهای ورودی. این جریان باید بنویسید چی؟ آی ایکس منهای 3. فهمیدی شد؟ بعد اگه اینجا این باشه اینم چیه؟ آی ایکس منهای 3 میشه. خب اینجا که چون دو تا جریان خارج شده من خوشم میاد اینجوری بنویسم، اینو بنویسم این طرف، جمع اینا رو بنویسم 3 تا آی ایکس منهای 3. درست شد؟ و این جریان داره میاد اینقدر ازش کم میشه، پس یعنی که میاد پایین میشه منفی آی ایکس منهای 3 تا آی ایکس منهای 3 میشه منفی 2 تا آی ایکس به علاوه 3. قبول داری؟ فرقی نمیکنه. من اینو زومش کنم، نمیدونم میبینید یا نه. عملا این جریان شاخه 4 اوم وسط همونه. اونایی که جهتشون برعکس شدن مقدارشون هم یه منفی توش ضرب شده. همه شاخه ها ببینید اونایی که جهتشون بالایی قرینه همن مقدارشون هم قرینه. منبع جریان نداشته باشه یا اگه منبع جریان ولتاژش تعریف شده، خود سوال مثلا گفته باشه اینجا وی ایکس که تو KVL بدونی ولتاژ چی بنویسی. آقا این سوال رو می‌خوایم حل کنیم. سوالش ناقص بود. خب سوال گفته مقدار ولتاژ V2 چقدره؟ اگر حلقه‌ای بدون منبع جریان وجود نداشت چی؟ به قول دوستمون فقط با جریانه که بازی بکنی، نه دیگه اون موقع دیگه با بازی کردن با جریان دو تا معادله به دست میاد. یعنی تهش اینه که دو تا جریان رو هم میفته، با هم برابر قرار میگیره، خلاف جهت مدار حل میشه. چون حالا میرسیم به این چیزی که شما میگید. خب بچه‌ها میخوام این مسئله رو حل کنم، ولتاژ V2 رو به دست بیارم. از کدوم گره شروع کنیم؟ از این گره شروع کنم یا این گره؟ این گره بچه‌ها این هم شاملشه، این تا اینجا این گره است. گره چپ چون من جریان این رو ندارم، اینم ندارم، اینم ندارم، مثلا خوب نیست. ولی گره راست رو نگاه کن، این گره اینو پررنگ، این کلا یه گره است. جریان آی ایکس داره وارد میشه، اینم دارم، اینم دارم، فقط دومو ندارم. خیلی خوبه. اونایی که دارن وارد میشن منهای خارجی ها. آی ایکس داره وارد میشه، 4 هم داره وارد میشه، 3 تا آی ایکس ازش کم میشه. پس میشه چی؟ منفی 2 تا آی ایکس به علاوه 4 در این جمع. قبوله؟ خب الان دو تا شاخه‌ای که سر راه هم دارم هیچ کدوم جریانش مشخص نیست. من مثلا اینو میگیرم یا در جهت بالا میگیرم که منفی ننویسم.
و این جریان میشه چی؟ 4 منهای 2 تا آی ایکس به علاوه چی؟ آی وای. حالا میخوام KVL بنویسم. حلقه هم کجا؟ ببین این حلقه یه حلقه مناسبه، درسته؟ میام اینطوری می‌نویسم. به علاوه 10 به علاوه 8 آی ایکس به علاوه 2 ضرب منفی 2 تا آی ایکس به علاوه 4. این آیه وای خلاف جهت KVL همه، منفی 4 تا آی وای به علاوه 2 تا آی ایکس مساوی با 0. این KVL دیگه میتونم توش بنویسم. منفی 2 تا آی ایکس به علاوه 4 تا آی وای به علاوه 2 ضرب در 4 2 تا آی ایکس به علاوه وای به 20 مساوی با 0. قبوله؟ معادله کشیدیم بیرون. حالا باید معادله رو ساده کنیم. معادله بالا رو ببینیم. چند تا آی ایکس داریم؟ 5 تا اینجا منفی 4 تا اینجا میشه یه دونه. یه دونه و 2 تا 3 تا، پس 3 تا آی ایکس داریم. چند تا وای دارم؟ منفی 4 تا. عدد سم چنده؟ 10 تا اینجا، 2 4 تا هم اینجا، 8 تا میره اون طرف منفی 18. صدا من چطوره؟ خب حلقه های به درد بخور همون حلقه های مستقله. بله، یعنی من اگه این زرد و آبی رو انتخاب کردم یه نیام یه حلقه بزرگ دوره این بزنم، چون از این دوتا. بذار وبکمو خاموش کنم. الان صدا خوبه؟ 1 2 3 4 امتحان میکنم. 1 2 3 4 خوبه الان؟ خب الان خوبه شد. حالا معادله دوم رو برم ساده کنم. چند تا آی ایکس دارم؟ منفی 2 تا و منفی 4 تا میشه منفی 6 تا. چند تا آی وای دارم؟ 4 تا اینجا و 2 تا اینجا، 6 تا. چند تا عدد ثابت دارم؟ 2 4 تا 8 تا و این میشه منفی 28. اوکیه؟ این دستگاه معادله رو میخوام حل کنم. اگر میتونید متغیری رو حذف بکنی، خب با روش حذفی میرید. مثلا آقا معادله پایین رو با بالا جمع کنم چیزی حذف نمیشه، ولی اگه معادله بالا رو در 2 ضرب بکنم با پایین جمع بکنم آی ایکس ها حذف میشن. قبوله؟ پس 2 برابر بالایی رو با پایین جمع میکنم. بالایی منفی 8 تا هم 6 تا در 2 بالایی ضرب بشه منفی 20 منفی 36 و منفی 28 چند میشه؟ منفی 36 و منفی 28 منفی 66. پس آی وای میشه چی؟ منفی 33 آمپر. و آی ایکس رو هم اگه سوال چی خواسته بوده؟ سوال وی رو خواسته. خب وی 2 رو خواسته. مثبت بخشر مثبت. از معادلات بذاریم و آی ایکس رو هم به دست بیاریم. مثلا تو معادله بالا اگه بخوام بذارم منفی 4 برابر این بره اون طرفش مثبت، پس 3 تا آی ایکس میشه 4 برابر این چقدر میشه؟ 30 تاش که میشه 120 تا، اونم
12 تا 64 این میشه 64 نمیشه چقدر 32. خب تو معادله بالا وقتی که بذارم منفی 4 برابرش 30 تاش که میشه 120 تا، اون دو تاش هم که میشه 8 تا، 128 بره اون طرف. 128 منهای 18. پس آی x برابر میشه با چی؟ 120 تقسیم بر 3. اون طرف نمیشه مثبت دیگه. کرامر رو جلسه بعدی بهتون میگم. 128 منهای 18 چقدر میشه؟ میشه 110 ها تقسیم بر 3. اینم آی x. حالا اگه جای اشتباه نکرده باشه. حالا سوال چی خواسته؟ این سوالی که تحلیل کردی حالا وی رو میخواد. V2. آقا برای اینکه V2 رو به دست بیاریم باید چی رو داشته باشیم؟ حالا از همین مدار پایین استفاده میکنم. V2 رو میخوام به دست بیارم چی رو باید؟ یه مسیری باید پیدا کنم که V2 به دست بیارم. KVL میخوام که V2 رو به دست بیارم. من میام چیکار میکنم؟ اینجا KVL میزنم. ببین اینجا V2 یعنی نسبت به این دیگه، این میشه V2. یه KVL. درسته که از منبع جریان دارم عبور میکنم ولی ولتاژش تعریف شده V2. وقتی که سوال میگه ولتاژ این گره چقدره، یعنی اینکه آقا این پایین مدار زمینه. اینو باید بگه. درست شد؟ حالا و KVL هم بزنم. KVL سبز مثبت 10 به علاوه 5 تا آی x به علاوه V2 مساوی با 0. آی x رو پس 10 به علاوه 5 ضرب در 110 سوم به علاوه V2 مساوی با 0. V2 از اینجا به دست میاد. اوکی؟ همین سوال اگه قرار باشه با روش مش و گره حل بشه خیلی داستان داره، ولی با 2 تا معادله راحت حل شد. توی حل دستگاه معادله اگه دستگاه معادله با روش حذفی حل شد با حذفی حلش کنین، چون راحت با یه ضرب و تقسیم حل میشه. اگر مثلا اینا ضریب هم نبودن، مثلا چی؟ مثلا دیگه ضریب هم نمیشدن، سخت میشد. باید بالایی رو در یه عددی ضرب کنیم، پایینی هم در یه عددی با هم جمع کنیم. دیگه واقعا سخت. اون کرامر بود. درسته؟ فهمیدی منظور منو؟ مثلا اگه بخوام اینا حذف بشن باید پایینی رو در 2 ضرب کنم، بالایی رو در 3 ضرب کنم که این بشه پایینی بشه 12، 6 تا آی وای بشه 12 تا آی وای، بالایی هم بشه منفی 12 تا آی وای. اونجوری حذفی ممکنه اشتباه ممکنه بکنی. ولی اگه با یه ضرب بتونی حلش کنی خب روش حذفی شاید راحت‌تر و سریع‌تر بشه. خب یه سوال دیگه هم داشت. V1 به علاوه من قانون اوم هم میخوام استفاده کنم. بذار این سوال خوب نیست. بذار برم قانون اوم رو میخوام توش استفاده بکنم. سوالی رو انتخاب بکنم که قانون اوم. مثلا این سوال مثال 12(2) اینو میخوام حلش کنم. سوالو ببینید تا من این کپی میکنم. تو این سوال گفته آی x چقدر؟ آی x اون شاخه وسط. اولین چیزی که دنبالش میگردم قانون اومه. قانون اوم دارم یا نه؟ ولتاژ مقاومتی مشخص شده یا نه؟ بله. ولتاژ این پولاریتش مثبت بالا منفی پایین، پس قراردادش اینطوریه V تقسیم بر 1 میشه V آمپر. درسته؟ مقدار جریان این شاخه Vه. یعنی چی Vه؟ مگه V ولتاژ نیست؟ چرا؟ مقدار جریانش Vه. ولتاژ هر چی باشه تقسیم بر 1 میشه جریانش. حالا میخوام بازی کنم. از کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع کنم، اینجا شروع کنم، اینجا شروع کنم، کجا؟
وسط. اگه از بالا شروع کنم ببین چرا یه آمپر داره میاد، وی تا ازش کم میشه، پس این جریان میشه چی؟ 1 منهای وی. حالا میخوام بیام پایین، 1 منهای وی اینجاست. ببین 1 منهای وی داره میاد، میرسم به این گره که جریان این 4 ولت رو ندارم، اینم ندارم، پس ولش میکنم. الکی آی ایکس و آی وای اونا تعریف نکنید، تو به یه جای دیگه، از یه جای دیگه شروع کنید. قبوله؟ گره سمت چپ هم میشه، اینجا هم میشه. من اینجا رو میخوای باشه، اینجا رو میشه. آقا یه آمپر داره خارج میشه، آی ایکس داره خارج میشه، 2 تا وی هم داره خارج میشه، پس جریان اینجا چی میشه؟ 1 به علاوه آی ایکس به علاوه 2 وی. قبوله؟ دوست داشتی اینجا رو هم بنویسی؟ باشه بنویس. آی ایکس به علاوه وی هم اینه. اوکی. آقا اینجا رو هم میخوام بنویسم، باشه بنویس. بیا آی ایکس به علاوه وی، 1 منهای وی هم اینجا، 2 وی هم داره میاد اینجا، پس این چند میشه؟ آی ایکس وی و منفی وی با هم ساده میشه، به علاوه 1 به علاوه 2 وی. آی ایکس به علاوه 2 وی به علاوه، این همونه که اینجا نوشته شده، پس نیازی نبود بنویسم. درسته؟ فهمید چیکار کردم؟ من اینو با هم جمع کردم شد این، ولی اینو نگاه کنی همینه که اینجا نوشته شده. اگر مقدارشون متفاوت بود باید با هم برابر میشدن، یه معادله بهت میداد. خوب بودا؟ میفهمی چی میگم؟ آفرین. اگه متفاوت معادله میساخت، حالا که نمیسازه من این پاکش میکنم. هیچ. یه معادله بدیهیه آقا، کمکی به ما نمیکنه. کنیم خوب نداره حالا دنبال KVL بگردیم. از KCL ها که معادله در نیامد. KVL تنها KVLی که میتونم بزنم یکی اینجاه، یکی هم اینجا. اینه با رنگ دیگه. خب KVL سمت راست رو اول بنویسیم. دنبال چی میگرده سوال؟ دنبال IX میگرد. خب بنویسیم در این جهت 1 منهای V در 1 منهای 4 ولت منهای V از منفی مثبت میشه V مساوی با 0. یه معادله زرد رو بنویسم. معادله زرد IX به علاوه 4 ولت منهای 4 تا IX به علاوه 1 به علاوه IX به علاوه 2V مساوی با 0. KVL رو فهمیدن همه؟ از معادله بالایی خب چون یه مجهول داره ویش به دست میاد. وی میشه چقدر؟ 2 تا وی میره اون طرف، این طرف منفی 3 از وی میشه منفی 3 دوم. درسته؟ اینو میذارم تو معادله پایین، آی ایکس به دست میاد. این میشه منفی 2 تا آی ایکس. درسته؟ 2 تا وی دارم که میشه 2 میشه منفی 3. عدد ثابتمون هم که چنده؟ 5 مساوی با 0. از اینجا آی ایکسمون منفی 2 تقسیم منفی 2 میشه 1 آمپر. من فهمیدم؟ بچه برای این جلسه کافیه، چون جلسه اولم هستیم نمیخوام خستتون بکنم. من این جزوه رو میذارم توی گروه، فردا میذارم توی گروه. تستایی که الان در ادامه داریم سعی کنید خودتون روش کار بکنید با همین روشی که گفتم، و جلسه حل تست داریم تو هفته آینده و
روزش رو توی گروه بهتون میگم. تایمش همون ساعت 5 به بعده، ولی روزش رو بهتون اطلاع میدم که چه روزی هستش. چرا؟ جزورم میذارم، نیمه آماده‌شو بهتون میدم. چرا؟ دوستان خسته نباشید. امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه. چرا؟ چهارشنبه است ولی ما جلسه حل تست هم داریم اضافه تر. خسته نباشید بچه‌ها، خدا نگهدارتون.